در تاریخ 23 مهر ماه سال 1403 ساعت 23:40 از بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های شمال تهران با مرکز فوریت‌های پلیس تماس گرفته شد. پزشک کشیک به پلیس اعلام میکنه که زنی حدوداً 38 ساله بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شده. همراه بیمار یعنی شوهرش مدعی هست که همسرش داخل خانه بیهوش کرده و تصور کرده که علت بیهوشی حمله قلبی بوده و همین دلیل او را سریع به بیمارستان رسانده. اما معاینه اولیه پزشکان با این ادعا همخوانی نداشت و آثار مشکوکی روی بدن متوفی دیده میشد و همین خاطر موضوع رو به عنوان یک مرگ مشکوک به پلیس اطلاع داده شد. با من همراه باشید تا در ادامه این روایت حقیقت مرگ این زن جوان رو با هم بشنویم. سلام و ارادت خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و امروز هم مثل همیشه همراه من باشید تا یکی دیگه از پرونده های واقعی جنایی رو با هم دیگه مرور کنیم. قبل از شروع از همه شما بابت انرژی مثبتی که میدید بسیار متشکرم. دیگه بیشتر از این معطلتون نمی کنم، بریم سراغ پرونده امروز. دقایقی بعد ماموران پلیس خودشون رو به بیمارستان میرسونن. جسد برای بررسی‌های بیشتر تحت نظر قرار میگیره و مردی که همسرش رو به بیمارستان آورده بود برای ارائه توضیحات اولیه در همون محل نگه داشته میشد. هویت زن الهام احمدی 38 ساله و هویت مرد رضا مرادی 44 ساله بود. به گفته رضا او به همراه همسر و 2 فرزندش در واحد سرایداری یکی از برج‌های مسکونی خیابان کامرانی زندگی می‌کردند. رضا در اولین گفتگو با پلیس آرام به نظر می‌رسید، اما لرزش شدید دستاش و اضطرابش کاملاً مشخص بود. بازجو از او می‌خواست که از لحظه‌ای که وارد خونه شده تعریف کنه. رضا میگه که واحد سرایداری ما بالای ساختمون و کلا حدوداً 20 متر بیشتر نیست. همسرم این مدتی اصرار داشت که بره آموزش ناخن ببینه و بعدش توی آرایشگاه مشغول به کار بشه. من اولش مخالف بودم چون راستش دلم نمیخواست که پای همسرم به فضای آرایشگاه باز بشه. درسته زندگیمون خیلی مرفه نبود، ولی اونقدر هم مشکل مالی نداشتیم که مجبور باشه که کار کنه. بهش گفتم که توی خونه بمونه و مراقب بچه‌ها باشه. اینجوری خیال من هم راحت تره. اما اون کوتاه نمی اومد و میگفت که بیشتر روز توی ساختمون هستی، میتونی مراقب بچه‌ها باشی تا من برم کلاس. این موضوع مدتی بین ما واسه دعوا و اختلاف شد. آخرش هم من خسته شدم و قبول کردم که ثبت نام کنه. هزینه ثبت نام کلاس هم برای من کم نبود، ولی گفتم پولش رو میدم، فقط که این بحثا تموم بشه. الهام هم یه اخلاق خاصی داشت. وقتی چیزی رو میخواست تا بهش نمیرسید ولکن نبود و این هم یکی از همون خواسته هاش بود. خلاصه ثبت نام کرد و کلاساش شروع شد و همونجا هم با دختری به اسم میترا دوست شد و توی خونه مادام از میترا حرف میزد. اون روز هم قرار بود که میترا بیاد خونه ما تا با همدیگه ناخن کار کنیم و تمرین کنیم تا برای امتحان نهایی آموزشگاه آماده بشن. از اونجایی که خونه ما خیلی کوچیک بود، عصر بچه‌ها رو بردم خونه یکی از دوستای خانوادگیمون که همشهری خودمون هم بود تا مزاحم کارشون نباشم. خودم هم توی ساختمان مشغول به کار شدم و بعد حدوداً ساعت 6 رفتم یکی از ساختمان‌های اطراف که هفته یک بار برای نظافت راه پله‌هاش میرفتم. بعد از چند ساعت حدود ساعت 10 شب برگشتم خونه. وقتی در رو باز کردم خونه ساکت بود و همین که وارد خونه شدم و چند قدم رفتم جلو دیدم الهام افتاده روی زمین پشت دیوار. فقط بخشی از بدنش معلوم بود چون ته اتاق یه دیوار کاذب بود که دستشویی پشت قرار داشت. اول فکر کردم که بیهوش شده، تکونش دادم، صداش زدم اما هیچ جوابی نداد. اینم بگم که الهام از قبل درد و تیر کشیدن قلبش شکایت میکرد. یه بار هم با هم رفتیم دکتر و دکتر براش قرص نوشته بود که هر شب مصرف میکرد. حتی یه بار هم به خاطر درد قفسه سینه برده بودمش بیمارستان.
برای همین اصلا ذهنم سمت چیز دیگه ای نرفت و فکر کردم که دوباره قلبش دچار مشکل شده. سریعا بغلش کردم و گذاشتمش داخل ماشین و بردمش بیمارستان تا قبل از اینکه دکترها بهم بگن اصلا فکر نمی‌کردم که همسرم فوت کرده و فکر می‌کردم که فقط بیهوش شده. باور کنید هنوز هم نمی‌دونم که دقیقاً چی شده و چرا الهام یه دفعه‌ای فوت کرده. اظهارات رضا ثبت شد اما نتیجه معاینه اولیه پزشکا نگاه پلیس رو کاملا تغییر داد. پزشک قانونی حاضر در بیمارستان هم اعلام کرد که وضعیت جسد الهام با مرگ ناشی از ایست قلبی تطابق کامل نداره. به گفته پزشک آثار مشخصی روی صورت و گردن الهام وجود داشت که احتمال خفگی رو مطرح می‌کرد. اما برای اثبات قطعی باید کالبد شکافی انجام میشد. برای همین اختلاف بین حرفای همسر و یافته‌های پزشکی اولین ابهام جدی پرونده به وجود آمد. پلیس از رضا پرسید که وقتی وارد خانه شد چیزی به هم ریخته بود یا اثری از ورودی فرد غریبه دیدی یا نه. رضا گفتش که نه، همه چیز سر جاش بود. مشخص بود که مدتی از رفتن میترو گذشته و الهام فرصت کرده وسایل ریخت و پاشا رو در واقع تمرین ناخونا رو جمع کنه. هیچ چیز غیرعادی ندیدم، فقط الهام رو دیدم که روی زمین افتاده بود. همون لحظه دست پامو گم کردم و دیگه اصلا حواسم به چیز دیگه‌ای نبود. اظهارات رضا ثبت شد اما تحقیقات متوقف نشد. پلیس همزمان با انتقال جسد به پزشک قانونی دستور بررسی تلفن همراه الهام رو صادر کرد. کارشناسان استخراج اطلاعات گوشی رو شروع کردند تا آخرین تماس و پیام‌ها و ارتباطات الهام رو بررسی کردند. چند ساعت بعد اولین گزارش فنی روی میز بازپرس قرار گرفت. بررسی‌ها نشون میداد که الهام طی هفته‌های گذشته با مردی به نام شهرام فرهادی 59 ساله ارتباط مداوم داشته. هم تماس تلفنی هم پیامک. در فهرست تماسات ده‌ها مکالمه ثبت شده بود و پیامک‌های رد و بدل شده بود. بین این دو نفر نشون میداد که رابطهشون فقط در حد یک آشنایی کار نبوده بلکه خیلی فراتر از اون بوده. حتی مشخص شد که الهام چندین بار به خونه شهرام رفت و توی پیام‌ها درباره مسائل شخصی هم با همدیگه صحبت کردند. پلیس دستور داد که هویت شهرام به طور کامل بررسی بشه. تحقیقات اولیه نشون داد که شهرام مردی 59 ساله بازنشسته یکی از شرکت‌های هواپیماییه. از نظر مالی وضعیت بسیار خوبی داره و هیچ سابقه کیفری هم توی پرونده‌هاش دیده نمی‌شده. با این حال حجم ارتباطش با الهام برای پلیس کاملا سوال برانگیز بود. برای همین خاطر دستور احضار فوری شهرام صادر شد. صبح روز بعد مردی 59 ساله خوشپوش و مرتب وارد اداره پلیس میشه. با ظاهری آرام و آراسته روبروی اتاق بازجویی میسته و خودش رو شهرام فرهادی معرفی میکنه. بازجو ازش میپرسه که از ابتدا توضیح بده که چطور با الهام آشنا شده. شهرام بدون استرس و با آرامش شروع به صحبت کرد و گفت که واقعیت اینه که همه چیز از طریق دختر خاله‌ام میترا شروع شد. تا جایی که میدونم میترا و الهام توی آموزشگاه آرایشی با هم آشنا شده بودن و از مدتی با هم صمیمی شده بودن و رفت و آمد خانوادگی پیدا کرده بودن. میترا دختر خاله من و ما همیشه با هم صمیمی بودیم اما هیچ وقت رابطه دیگه بینمون نبوده. توی خانواده ما اصلا رسمی نبود که با دختر خاله فامیل نزدیک وارد رابطه عاطفی بشیم. از بچگی هم با هم بزرگ شده بودیم و همیشه مثل خواهر و برادر بودیم. از اونجایی که بعد از جدایی از همسرم تنها زندگی می‌کردم، میترا همیشه دنبال این بود که یه همدم مناسب برام پیدا کنه. یه روز بهم زنگ زد و گفت که میخوام یکی از دوستام بیام خونه‌تون. منم گفتم که اشکال نداره، قدمتون روی چشم. حدس زدم که میترا میخواد یکی از دوستانش رو با من آشنا کنه. اون روز برای اولین بار الهام رو دیدم. خیلی مرتب شیک لباس پوشیده بود. وقتی اولین بار الهام رو دیدم ظاهری خیلی آراسته و زیبایی داشت. رفتارش هم طوری بود که هر کسی فکر میکرد که از یه خانواده مرفه و اصیل اومده. راستش اصلا به ذهنم نمیرسید که واقعیت زندگیش چیز دیگه ای باشه. آن روز میترا و الهام چند ساعتی پیش من موندن و بیشتر وقت الهام فقط گوش
گوش میداد، اما کم کم وارد بحث شد. از خرید کافه و رستوران جاهای مختلف حرف میزد. هرچی بیشتر صحبت میکرد بیشتر مطمئن میشدم که دختر جذاب و با کلاسی است و زندگی خوبی دارد. تقریبا همه برندهای معروف و رستورانهای خوب رو میشناخت و به نظر میرسید که از آن دختره بلند پرواز باشه. تنها چیزی که کمی جلب توجه میکرد لهجه شهرستانی الهام بود، اما آنقدر هم پررنگ نبود که کسی با آن اهمیت بده. همون موقع فهمیدم که اهل شهرستان است و بعد از آمدن به تهران سعی کرده خودش رو بالا بکشه. از میرجا پرسیدم که این خانم ازدواج کرده یا نه. میرجا گفت که اوایل آشنایی همین سال از خودش پرسیده و الهام گفته که مجرد است. از همسر از همسر سابقش جدا شده. وقتی این رو شنیدم خوشحال شدم، چون دلم میخواست که با او بیشتر در ارتباط باشم. باور کن که اگر کوچکترین حرفی درباره شوهرش زده بود هیچ وقت وارد این رابطه نمیشدم. بازجو از شهرام خواست که درباره رابطه‌شان بیشتر توضیح بدهد. شهرام گفت که بعد از همون دیدار اول به الهام پیشنهاد دوستی دادم و او هم بدون هیچ مخالفتی قبول کرد. اوایل فقط گاهی برای هم پیام میفرستادیم. سلام و احوالپرسی، صبح بخیر و شب بخیر و اینا. اما کم کم تماسا بیشتر شد. با هم بیرون میرفتیم. بعد چند ساعتی در خانه من میگذروندیم. من واقعا فکر میکردم که با یه خانم مجرد در ارتباط هستم، چون در تمام مدتی که با هم بودیم حتی یک بار هم درباره شوهر و بچهش و زندگی مشترکش حرفی نزد. هر وقتم از خانواده‌اش سوال میکردم فقط از مادر و برادرش صحبت میکرد. من هم احساس میکردم که دوست نداره درباره گذشته و خانواده‌اش که در شهرستان بودن بخواد حرفی بزنه و بیشتر از این کنجکاوی نمی‌کردم. انگار زندگی فقط از زمانی شروع شده بود که به تهران آمده بود. بازجو پرسید که چرا فکر می‌کردی وضعیت مالی الهام خوب است؟ شهرام بدون مکث جواب داد که چون همه چیز همین را نشان میداد. همیشه لباسای گران قیمت می‌پوشید، کیف و کفشای مارکدار داشت و همیشه مرتب و شیک بود و هر بارم که قرار می‌ذاشتیم با لباسای متفاوتی میومد. هیچ وقت ظاهرش شبیه کسی نبود که مشکل مالی داشته باشه. یک بار هم خودم با ماشین رساندمش خانه. وقتی با آدرسی که داده بود رسیدیم دیدم جلوی یکی از برج‌های کامرانیه ایستاده. الهام گفت که همینجا نگه دار و بعد از ماشین پیاده شد و وارد برج شد. همون لحظه با خودم گفتم که کسی که در چنین برجی زندگی میکنه حتما وضعیت مالی خوبی داره. اصلا احتمال نمیدادم که او و همسرش سرایدار آن ساختمان باشن. اگر واقعیت زندگیش را میدانستم هرگز وارد آن رابطه نمیشدم. وقتی بعدها این حقیقت را فهمیدم واقعا شوکه شدم. حتی الان هم باورم نمیشد که او متأهل بوده است. الهام هیچ وقت اجازه نداد که واقعیت زندگیش را بفهمم و آنقدر هم خوب نقش بازی کرده بود که حتی یک لحظه هم به او شک نکردم. بررسی پیام‌های تلفن همراه نشان داد که ارتباط بین شهرام و الهام تا چند روز قبل از مرگ الهام ادامه داشته است. بازجو از شهرام خواست که آخرین ملاقاتش با الهام را با جزئیات تعریف کند. شهرام نفس عمیقی کشید و گفت که من و الهام تقریبا هر روز همدیگر رو میدیدیم تا اینکه حدوداً یک هفته قبل از ماجرا ناگهان ارتباطش با من محدود کرد. دیگر زنگ نمیزد، به خانه نمیآمد و هرچی تماس میگرفتم جواب نمیداد. پیام میدادم، پیام‌ها رو میدید اما پاسخی نمیداد. اول فکر کردم که از دستم ناراحت شده یا مشکلی برایش پیش آمده است. وقتی دیدم هیچ خبری از اون نمیشد تصمیم گرفتم که خودم برم و ببینم که چه اتفاقی افتاده. آدرس دقیق واحدی که در آن زندگی میکرد رو نداشتم. فقط همون برجی رو میشناختم که رسونده بودمش. جلوی برج رفتم و براش پیام فرستادم که من پایین هستم. چند دقیقه بیا ببینمت. چند دقیقه بعد جواب داد و نوشت که برو سر کوچه خودم میام. اما از لحن و پیامش کاملا مشخص بود که هول شد و انگار نمیخواست که کسی متوجه حضور من جلوی ساختمان بشه. رفتم سر کوچه و منتظرش ایستادم. چند دقیقه بعد اومد. وقتی دیدمش خیلی با همیشه فرق داشت. هم از نظر لباس پوشیدن، هم آرایشش، هم مدل حرف زدن و رفتارش. انگار یه آدم دیگه شده بود. علاوه بر این خیلی هول کرده بود و مادام پشت سرش رو نگاه میکرد. انگار میترس که یکی اونو ببینه. با لحن عصبی گفت که نباید میومدی اینجا. برادرم یه چیزی فهمیده و اگر بفهمه اومدی اینجا ممکنه دردسر درست بشه. برادرم از اون موقع آدمای غیرتی که اصلا نمیشه رفتارش رو پیش بینی کرد. الانم که متوجه وجودت شده لطفاً دیگه نه زنگ بزن نه بیا اینجا. ازش پرسیدم که تا کی. گفت که فعلا برو، بعدم خودم بهت خبر میدم.
منم وقتی دیدم که اینقدر ترسیده و نگران شده نخواستم بیشتر اذیتش کنم، گفتم که باشه هر جور که خودت بخوای. اما الهام اون روز فقط درباره برادرش حرف زد و حتی یک بار هم اسمی از شوهرش نیورد. اگر همون روز فقط یک بار میگفت که شوهر دارم، دیگه حتی یک تماس هم باهاش نمیگرفتم، چون من خودم شاید از رابطه با زن شوهردار بدم میومد و اصلا اهل چنین کاری نیستم. بازجو از شهرام میپرسه که بعد از اون دیدار دوباره بین شما تماسی برقرار شد یا نه. شهرام جواب میده که نه، از اون روز به بعد دیگه الهام رو ندیدم و فقط یکی دو بار بهش زنگ زدم که جواب نداد، بعدش هم دیگه بیخیال شدم. تا اینکه امروز پلیس اومد سراغم و تازه فهمیدم که اون خانم فوت کرده. باور کنید که هنوز هم نمیتونم این خبر تلخ رو هضم کنم. اظهارات شهرام به طور کامل ثبت میشه و با پایان بازجویی اگرچه بخش از ارتباطات پنهانی الهام روشن میشه، اما ابهام اصلی پرونده همچنان باقی میمونه. پلیس هنوز جواب روشنی برای یک سوال نداره: چرا زنی که تا چند روز قبل از ارتباط نزدیک با این مرد داشته، ناگهان همه راههای ارتباطی خودش رو قطع کرده و فقط چند روز بعد از اون جانش رو از دست داده. برای روشن شدن این ابهام پلیس سراغ فردی میره که اسمش بارها در گفتگوهای شهرام تکرار شده: زنی به نام میترا، 40 ساله، که برای ارائه توضیحات به اداره پلیس احضار میشه. میترا در اولین اظهاراتش آشنایی و دوستی با الهام رو تایید میکنه و میگه که من الهام توی آموزشگاه کاشت ناخن با هم آشنا شدیم، هر دومون برای آموزش و گرفتن مدرک رفته بودیم. چند ماهی بود که هفته‌ای چند بار همدیگر رو میدیدیم، اثر موزی با هم حرف میزدیم و کم کم با هم دوست شدیم. یکی دو بار الهام رو دعوت کردم بیاد خونه ما، اما همیشه به بهانه اینکه برادرش خونه است دعوت من رو رد میکرد. بیشتر با هم میرفتیم خریدی کافه. الهام به من گفته بود که خانوادهشون توی شهرستان باغ و زمین کشاورزی دارن. پدر مادرش بیشتر وقتا اونجا هستن و خودش و برادرش توی خونه زندگی میکنه. جوری تعریف میکرد که انگار خانواده خیلی پولداری دارن و پدرش کارگرهای زیادی تو باغ و زمین هاشون داره. در کل دختر خیلی خوبی به نظر می رسید و به دلم نشسته بود. البته من خودم هم از اون آدمایی هستم که خیلی زود با بقیه صمیمی میشم و راحت در خونه و زندگیم رو به روشون باز میگم. قبلا هم این اخلاقم ضربای سختی خوردم، اما باز هم برام درس عبرت نمیشه و دوباره همون اشتباه رو تکرار میکنم. واقعا نباید وقتی فقط چند ماه با این نفر آشنا شدم، حتی نمیدونم خانواده‌اش کی هستن، و حرفاشون راسته یا دروغ آنجا به خونه خودم یا پسر خالم می‌بردم. ویترا ادامه میده که یه روز با خودم گفتم بد نیست الهام رو با پسر خالم شهرام آشنا کنم. شهرام تنها زندگی میکرد و مرد محترمی بود. دلم براش میسوخت که با وجود وضعیت مالی خوبی که داره تنها زندگی میکنه. خاله هم همیشه به من میگفت که اگر یه همدم خوب برای شهرام پیدا کنی یه جایزه خوب پیش من داری. البته جایزه بیشتر شوخی بود، ولی من واقعا همیشه به فکرش بودم. به خاطر همین یه روز الهام رو بردم خونه شهرام تا با هم آشناشون کنم. اصلا خوششون اومد و بعد از اون روز خودشون با هم در ارتباط بودن. من واقعا خیلی در جریان جزئیات رابطهشون نبودم، چون خودم هم اون روزها با این نفر آشنا شده بودم و یه جورایی سرم گرم بود و وقتم پر شده بود. فقط میدونستم که با هم بیرون میرفتن و کافه میرفتن و حتی الهام هفته یکی دو بار به خونه شهرام میرفت. من هم فکر میکردم که هر دوتاشون مجردن و شاید این آشنایی آخرش به ازدواج ختم بشه. بازجو از میترا میپرسه که چه زمانی متوجه شدی الهام متأهله. میترا جواب میده که یه روز الهام رو با صدای خیلی آشفته به من زنگ زد و کاملا هول کرده بودم. گفت شوهرم من و شهرام رو با هم دیده. بعد گفت که خواهش میکنم که به شهرام بگو دیگه سراغم نیاد. من از همون لحظه شوکه شدم و با تعجب گفتم که چی؟ مگه تو شوهر داری؟ الهام گفت که آره من متأهلم، ولی خواهش میکنم که فعلا این موضوع رو فقط بین خودمون بمونه. میترا ادامه میده: واقعا نمیدونستم که چی بگم. تمام این مدت فکر میکردم که الهام مجرده و هیچ وقت هم رفتارش طوری نبود که بخوام به حرفاش شک کنم. فقط گفته بود که قبلا هم یه ازدواج ناموفق داشته و بیشتر از اون چیزی نگفته بود و من هم چون میدیدم دوست نداره درباره گذشته حرفی بزنه کنجکاوی نمیکردم. اما حالا فهمیدم که تمام این مدت به من دروغ گفته. همون روز با شهرام تماس گرفتم و بهش گفتم که الهام شوهر داره و دیگه نباید مزاحمش بشین. شهرام هم شوکه شده بود، چند بار ازم میپرسید که مطمئنی؟ گفتم خودش همین الان بهم گفته. بعد هم بهش گفتم که دیگه نه بهش زنگ بزن و نه دیگه دنبالش برو. ظاهرا تو زندگیش مشکل پیش اومده. 2 روز بعد دوباره الهام به من زنگ زد و
این بار از دفعه قبل هم پریشون‌تر بود. گریه میکرد و میگفت که تو رو خدا به شهرام بگو دست از سرم برداره. میگفت که شهرام هر روز به من زنگ میزنه و هر روز به دم در خونم. شوهرم این مدتی به من شک کرد و می‌ترسم که همه چیز رو بفهمه و هر دومون رو بکشه. منظورش از هر دومون خودش و شهرام بود. اما گفتهای میترا کاملا برخلاف چیزی بود که شهرام چند ساعت قبل به پلیس گفته بود. چون شهرام ادعا کرده بود که بعد از آخرین دیدار هیچ تماسی با الهام نداشته و برای همین همیشه ازش فاصله گرفته. اظهارات میترا این ادعا را زیر سوال برد. پلیس احتمال داد که شهرام بخش از حقیقت رو پنهان کرده. همین خاطر دستور احضار دوباره صادر شد. چند ساعت بعد هم شهرام دوباره وارد اتاق بازجویی شد و این بار فضای جلسه کاملا با دفعه قبلی فرق داشت. بازجوها بدون مقدمه بخش از اظهارات میترا رو براش خوندن. چهره شهرام با شنیدن اون حرفا تغییر کرد. چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت که راستش من همه حقیقت رو نگفتم چون میترسم که فکر کنین که من قاتلم. ولی حالا همه چیز رو میگم. بعد از اینکه از همسرم جدا شدم و اون با بچه‌ها به خارج از کشور رفت، حسابی تنها شدم. یه جوری افسردگی گرفته بودم چون خیلی به زن و بچه‌ها وابسته بودم. اما همسرم همیشه دلش میخواست که بره خارج از کشور و من میدونستم که اگر برم خارج نمیتونم اونجا زندگی کنم. من آدم خارج زندگی کردن نبودم، ولی همسرم به قول خودش دیگه طاقت زندگی توی ایران رو نداشت. دیگه از این همه دعوا و جنگ اعصاب خسته شده بودم. با اینکه عاشقش بودم راضی شدم برم خارج. فقط بهش گفتم که طلاقت میدم تا تو هم راحت باشی و من هم. اینکه تو سر اون دنیا باشی و من این طرف دنیا دیگه اسمش زندگی مشترک نیست. این شد که از هم جدا شدیم و بچه‌ها با مادرشون رفتن خارج. خدا رو شکر الان هم مردشون اونجا استاد دانشگاه شدن. اما من تنها موندم و دلم هم همدم میخواست. کسی که واقعا به دلم بشینه. وقتی الهام رو دیدم از همون جلسه اول ازش خوشم اومد. تقریبا هر روز با هم میزدیم بیرون. میرفتیم رابطه نزدیکی داشتیم احساس میکردیم که دوباره دارم یه ضد به زندگی برمیگردم. ولی وقتی فهمیدم شوهر داره انگار یه سطل آب یخ روی سرم خالی کرده. خیلی ناراحت شدم و دوباره برگشت به همون تنهایی قبل. هیچ وقت نمیبخشمش که به خاطر اون دروغ وارد رابطه اشتباه شدم. هم آرامش و هم روح روان به هم ریخت. اول تصمیم گرفتم که برای همیشه فراموشش کنم. اما نتونستم. اونقدر بهش عادت کرده بودم که هر روز دلم میخواست که فقط صداش رو بشنوم. چند بار زنگ زدم جواب نداد. دوباره زنگ زدم 10 بار تماس گرفتم اما دیگه جواب نداد. آخرش هم دلم طاقت نیاورد و بلند شدم رفتم جلوی خونه‌شون و براش پیام فرستادم که فقط چند دقیقه بیا پایین و میخوام باهات حرف بزنم. اونم اومد. اولش خوشحال شدم که بعد از این همه مدت بالاخره جوابی بهم داد. اما خیلی زود فهمیدم که فقط از روی ترس جواب داده و اومده پایین که بهم بگی که برم و دیگه هیچ وقت پشت سرش رو هم نگاه نکنم. خیلی ترسیده بود. مادام میگفت که برو. به خدا شوهرم شک کرده و همش منو زیر نظر داره. اما من قبول نمیکردم. اصلا شرایطش رو درک نمیکردم. چون دلم نمیخواست رابطمون تمام بشه. از اون چند بار دیگه هم میرفتم. دست خودم نبود. به خودم میومدم و میدیدم که جلوی خونه الهام ایستادم. میدونم کارم اشتباه بود ولی واقعا نمیتونستم بیخیالش بشم. حتی یه بار برای اینکه مجبورش کنم دوباره با هم حرف بزنم بهش گفتم که اگه جوابم رو نده عکسی که با هم گرفتیم رو به شوهرش نشون میدم. فقط میخواستم مجبورش کنم که یه بار دیگه بیاد و با هم حرف بزنه. حتی دیگه نمیخواستم رابطه باش داشته باشم چون خودم هم از این کار متنفر بودم. اما الهام مادام گریه میکرد و التماس میکرد که میگفت که شوهرم یه بار منو تو ماشین تو دیده و به سختی از اون ماجرا رد شدم. الان اگر دوباره سر و کلت پیدا بشه هر دومون رو میکشه. میگفت که شوهرم چند روزی که منو زیر نظر گرفته و ماشینت رو هم میشناسه. اگر دوباره ماشینت رو تو اطراف ببینه همه چیز لو میره. اما اون موقع من فقط به خودم فکر میکردم و تازه فهمیده بودم که واقعا دوستش دارم. چقدر احمق بودم که با اون همه التماس و شرایط بحران الهام رو درک نمیکردم. تا اینکه یه شب میترا گفت که قراره بره خونه الهام تا برای آزمون کاشت ناخن با هم تمرین کنم. بهش گفتم که منم میام. اما گفت که امکان نداره چون شرایط فرق کرده. قبول کردم و فقط گفتم که بذار حداقل برسونمت دم در خونشون. همین کار رو هم کردم. به میترا گفتم که نمیشه به الهام بگی فقط یه لحظه بیاد دم در تا از دور ببینمش.
میترا حرفم رو به الهام منتقل کرد، اما الهام قبول نکرد و گفت که شرایط اصلا جوری نیست که بخواد چنین ریسکی بکنه. میترا رو دم در خونه الهام پیدا کردم و خواستم برگردم. حتی ماشین رو هم روشن کردم اما نتونستم برم. تازه فهمیده بود که الهام خانوادهش توی اتاق سرایداری زندگی میکنن و شوهرش سرایدار همون برج بزرگه. همون لحظه بهم پیام داد و نوشت که پسر خاله کلا سرت رفته، شوهرش سرایدار این برجه. انگار الهام عمدن میخواست میترا هم واقعیت زندگیشو ببینه تا اون منو هم قانع کنه که دست سرش بردارم. الهام بین مرگ و زندگی رو انتخاب کرده بود، اما من همچنان مزاحمش میشدم. شهرام ادامه داد که ماشین رو برده بودم سر کوچه و منتظر مونده بودم به امید اینکه میترا موقع برگشت الهام رو با خودش بیاره تا فقط چند دقیقه ببینمش. از طرفی هم دلم میخواست که شوهرش هم ببینم. نمیشناختمش ولی با خودم فکر میکردم که حتی میتونم سرایدار این برج رو از بین ساکنان تشخیص بدم. یه جور کنجکاوی احمقانه بود. به میترا زنگ زدم و اصرار کردم که موقع برگشت الهام رو با خودش بیاره وگرنه هر روز میام همونجا میشینم. وقتی این حرف رو زدم الهام بالاخره راضی شد و همراه میترا اومد سر کوچه، اما رنگش حسابی پریده بود و مادام میگفت که تو رو خدا برو، شوهرم هر لحظه ممکنه برگرده، اگر ما رو هم با هم ببینه بدبخت بشیم. من دلم نمیخواست که برم، فقط میخواست که چند دقیقه باهاش حرف بزنم و اصرار زیادی داشتم. نمیدونم چرا رفتارم مثل یه پسر نوجوان شده بود و اصلا متوجه نبودم که چه خطری زندگی این زن رو تهدید میکنه. یه دفعه میترا شروع کرد که با هم دعوا کردن، گفت که تمومش کن، مریض شدی، از آزار دادن الهام لذت میبری. آخرش هم تقریبا به زور مجبورم کرد که سوار ماشین بشم و برم. همون آخرین باری بود که الهام رو دیدم. میدونم هر کاری کردم اشتباه بود، میدونم مزاحمش شدم، تهدیدش کردم و آزارش دادم، ولی قسم میخورم که نکشتمش. بازجو اظهارات شهرام رو ثبت میکنه، اگرچه اون قتل رو انکار میکنه، اما چون بخش مهمی از حقیقت در بازجویی اول پنهان کرده بود، برخلاف ادعای اولیش که تا آخرین روزها به تعقیب و تماس و تهدید الهام ادامه داده بود، با دستور مقام قضایی تا روشن شدن نقش احتمالیش در مرگ الهام بازداشت موقت میشه. از طرف دیگه تحقیقات پلیس وارد مرحله جدیدی میشه. مامورها تصمیم میگیرن که تصاویر دوربین‌های مداربستی اطراف برج، خیابون‌های اطراف محل زندگی الهام رو با دقت بررسی کنن. پلیس ساعتها فیلم‌های ضبط شده رو یکی یکی تماشا میکنه و رفت و آمد افراد رو زیر نظر میگیره. هدف این بود که مشخص بشه که در ساعتهای منتهی به مرگ الهام چه کسانی وارد ساختمان شدن و چه کسانی از اون خارج شدن و آیا فرد مشکوکی در اطراف محل حضور داشته یا نه. تیم تحقیقاتی همه تصاویر رو با زمانبندی دقیق کنار هم قرار میدن و تا مسیر رفت و آمد افراد رو بازسازی کنن. همزمان تماس تلفنی، پیام‌ها و اطلاعاتی به دست اومده که از دوربین‌ها با اظهارات روزا، شهرام و میترا تطبیق داده میشه. تیم تحقیقاتی همه تصاویر رو با زمانبندی دقیق کنار هم قرار میدن تا مسیر رفت و آمد افراد رو بازسازی کنن. همزمان تماس تلفنی، پیام‌ها، اطلاعات به دست اومده از دوربین‌ها، اظهارات شهرام و میترا تطبیق داده میشه و هرچی تحقیقات جلوتر میرفت تناقض‌های بیشتری بین گفتگوهای افراد پرونده دیده میشد. پلیس حالا مطمئن بود که هنوز همه حقیقت گفته نشده و قاتل یا قاتلان واقعی همچنان در حال پنهان کردن بخش از ماجرا هستند و همین دلیل ماموران علاوه بر بررسی دوباره صحنه جرم، تحقیقات میدانی، بازجویی تکمیلی، بررسی مدارک با حساسیت‌های بیشتری ادامه دادن تا مشخص بشه که در شب حادثه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چه کسی باعث مرگ الهام شده. پرونده حالا وارد حساس‌ترین مرحله خودش شده بود و هر سرنخ جدید میتونست مسیر تحقیقات رو کاملاً تغییر بده. در نهایت بعد از بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، نتایج پزشک قانونی و بازجویی متعدد و کنار هم قرار گرفتن تمام سرنخ‌ها، حقیقت این پرونده برای تیم جنایی تقریبا روشن شده بود و عامل اصلی این قتل را شناسایی و با دستور مقام قضایی بازداشت کرده. پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری ارسال شد تا متهم در برابر قانون پاسخگوی اعمالش باشه. این پرونده هم یک بار دیگه نشون داد که
دروغ، خیانت، پنهانکاری و تصمیم‌های اشتباه گاهی میتونه زندگی چندین نفر رو برای همیشه نابود کنه. اگر از روایت این پرونده خوشتون اومد، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب بکنید و حتما توی کامنت ها بنویسید که اگر شما جای قاضی این پرونده بودید چه حکمی برای متهم صادر می‌کردید. مطمئن باشید که همه کامنت ها رو میخونم و به خیلیاشون جواب میدم. حالا پرونده اول تموم شد، اما چیزی که قرار الان بشنوید شاید از این هم عجیبتر و تکانده تر باشه. بریم سراغ داستان دوم این ویدیو.